أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله در سوره احزاب در آیت 10 11 و 12 میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الله جنگ احزاب را برای ما وصف میکند که چگونه حال مسلمانان بود و حال منافقان چگونه بود و چگونه مشرکان و دشمنان اسلام به مدینه هجوم کردند، خواستند که مدینه را از مسلمانان پاک گردانند، خواستند که مدینه را به خاک یکسان گردانند، از مسلمانان تازه بکنند. الله میگوید به یاد آورید وقتی که لشکری کافران و مشرکان از طرف بالای مدینه بر شما هجوم آورد. اذ جاءوكم من فوقكم و من اسفل منكم و اینچنین از پستی مدینه هجوم داشتند و اینچنین یهودها از درون و منافقان جاسوسی میکردند. و اذ زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر. الله وصف میکند که در این حالت 3000 لشکری مسلمانان بود با همراهی پیامبر صلی الله علیه و سلم. لشکری کافران و مشرکان دشمنان به 10,000 نفر رسیده بود. در این حالت چشمان صحابگان، چشمان لشکران مسلمانان در حالی غیر مستقر بود که گاهی مضطرب بودند، حیران بودند که آیا نصرت مییابند یا نمییابند. و بلغت القلوب الحناجر و دلها به حلقوم آمده بود که الله میگوید و تظنون بالله الظنونا. گاهی مسلمانان گمان میکردند که شکست میخورند، یا بعضی گمان میکردند که این نصرت الله نزدیک است، و بعضی ها سبب را پیش میگرفتند، دعا میکردند که شکست نخورند. و با مشورت سلمان فارسی خندقی چاهی بزرگی کافته بودند که دشمنان به این مدینه در آمده نتوانستند. و این نقشه سلمان فارسی یک کاری داد که پیامبر صلی الله علیه و سلم مشورت سلمان فارسی رو گرفتند. و تظنون بالله ظنونا. در این حالت میبینیم که به مسلمانان چند مصیبت بالای هم آمد: گرسنگی، ترس و شکستی عهد شکنی منافقان و کافران، هجوم دشمنان به همین این با هم جمع شد. یکی از آنها کفایه است که خوف. و الله میگوید که ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال. خوف و گرسنگی و این با هم برابر آمدن. الله میگوید هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا. در آنجا الله این مؤمن ها را سنجید و زلزلوا زلزالا شدیدا. این زلزله و این حرکت ها زلزله های نفس بود که چنان مسلمانان مصیبت سنجیده شدند. و وقتی که چنین شد، منافقان که پیامبر صلی الله علیه و سلم در این جنگ وعده کرده بودند که نصرت از آن مسلمانان می شود. منافقان در این حالت که منافقشان آشکار گشت که وقتی که مصیبت می شود خبیث و طیب از هم جدا می شوند. منافقان گفتند که منافقایی که در دلشان بیماری بود گفتند که الله و رسول یک فریبی را بر ما وعده کرده است. نصرت چگونه میاد مقابل 10,000 نفر؟ بنابراین در حالتهای مصیبت منافق مؤمن معین می شود، آشکار می شود.
مثل وقتی که ایلک را در آرد جنب و حرکت داده می شود، مسلمان های حقیقی، مومن های حقیقی در مصیبت استوار می ایستند. اما منافقان، دشمنان سخنهای بیجا میگویند که و چنون چنان است و این یک دروغی است. در اینجا منافقان آشکار گشتند، اما نصرت از آن مسلمانان گشت. و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. این بود تفسیر مختصری این آیات ها. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.